طالب تا دیروز به چشت و آبی بود، به چشت و آبی و پشت زرقول و قوریون بود، پنجابی و پاکستانی نبود. امروز که به دروازه شهر رسید پنجابی شد. امروز دستها کار میکنه، این شهر را میخوان ویران کنن. اونایی که منافع شخصیشان در خطره امروز میخوان این شهر را ویران کنن. چگونه شد؟ اگر این طالب پنجابی بود، اگر این ظالم بود، اگر این بالآخره دست نشانده بود، خب سینگیر بسته میکردیم، میرفتی و پشت زرقان و اوبی و بالآخره با اون میجنگیدی. وقتی به دروازه شهر آمد بین 52 میآیه، وقتی به دروازه شهر آمد و بالآخره تو بیدار شدی. پس بدان اینجا میخوانی شهر رو ویران کنن. مسلمان امروز آمدن به خاطر منافع شخصی خود، به خاطر منافع شخصی خود جوان این شهر رو به کشته دادن، جوان این شهر رو بالآخره از بین بردن، این شهر رو ویران کردن. به لحاظ خدا بس کن. به هر دو طرف میگم